من ساکن شهر خوجند. شبیه که این آفت آسمانی زمینی برپا شد، من در همین سینی 58 سالگی این چیز دیدگی نبودم. خیلی کمتر همین همسایه های شیفرهای بالی بامشان شمال برداشت ضرر دیدن. حرکت میکنیم یا دیگه به یاردم کده منه مدد میکنیم، همون بالای بامشان چی که همین ضرر دیگه باشن تعمیرش به یاردم میکنیم. پدرام ما گاهی میکردن که شمالهای سخت میشد، برف بارون. سال 68 لیکن برفی کلان من خودم دیده که همین ماشین‌های همین چی که سمسوال کردی برف همین دایره و برده پتوفتگیشان من خودم شاهد هستم. این خیلی شمالای سخت سندی 88 به در آمده ندیدیم. اکل شد. من از آفتال نگاه داشت، همه جا آباد آرام نبود.